چجوری کار میشه، درسته. اصلا چی هست. همین فقط کلمه کلاهگیس رو شنیدم. خب خیلی جالب شد که من یه توضیح کامل به شما بدم. ببینید کلاهگیس یه در واقع مناسب افرادی هست که سرشون مو نداره و یا به دلیلی موهاشون ریخته تراکمش کم شده. خود کلاهگیس کامل که از قدیم انجام میدادن کشور خارجی، کشور خودمون، ولی چه چیزی باعث شد که من به عنوان مدرس رشته کلاهگیس بافت دارم این رشته رو درس میدم؟ یکی از دلایلش این هستش که خود کلاهگیس الان انواع مختلف پیدا کرده. برای افرادی که جلوی سر موهاشون کم پشته یا اینکه خانومی هست که اصلا دوست نداره کلاهگیس بذاره، میخواد که موهاش حجم بگیره، با تیکه های کوچیکی رو میدیم با فنده ها میسازن به صورت کلیپس لا به لای موی سر ایجاد میشه. یا مثلا دوست عزیزمون الان چتری گذاشتن، دوست داره خانومی که جلوی موهاش بلند باشه ولی این چتری رو دوست داره، با این چتری ها رو به روش همون گره هایی که خدمتتون عرض کردم بافته میشه، طبق ابعاد سر بافته میشه و اینا چرخکاری میشه روی سر. یه همچین چتری ایجاد میشه که شخص میتونه رو سرش داشته باشه. با موی طبیعی. با موی طبیعی. تمام کارهایی که ما انجام میدیم با موی طبیعی. مشخصه میشه. به هیچ عنوان، چون نوع دوخت کلاهگیس یا حالا انواع چتری جوری هست که شما بدون که حتی تل روی سر بذارید همرنگ موی اون شخص آماده میشه. فرضاً شما موهاتون بلند تا کمر، میاد میگه من موهام بلنده، جلوی موهام بلنده، نمیخوام چتری کوتاه کنم. ما از قد اصلی موی شما 20 سانتیشو برمی‌داریم، اینو چتری براتون میسازیم روی سرتون فیکس میشه. این یکی از کاری هستش. خیلی راحت داره. بله. شما مو هم می‌خرید؟ جان. بله. این موها قابل خریدن هم هست. خیلی عزیزان میان خب به خاطر که نیاز مالی دارن موهاشون رو کوتاه میکنن و ما میخریم. خیلی از عزیزان هم هستن که کار هیرکات انجام میدن. این موهایی که از سر مشتریاشون کوتاه میکنن با رضایت خود مشتری موها رو اهدا میکنن. ما تو که کار کلاهگیس خب چون برای افراد سرطانی پزشکی شیمی درمانی میشن کار انجام میدیم، اونا کلاهگیس‌های کامل روی سر میذارن. به خاطر همین خیلی از عزیزان هستن موهاشون رو اهدا میکنن. زمانی که اهدا میشه این کلاهگیس قیمتش نسبت به یک کلاهگیس عادی که شما بخواید بخرید خیلی مناسب تره. برای افرادی که شیمی درمانی میشن مدلایی داریم که هم اقتصادی هم که خیلی سبک و سر میشه. تنوع این رشته خیلی زیاده، از خود اکستنشن که انواع داره، روش‌های میکرو هست، روش‌های لاینیه که الان حتی یه روش اومده، روش سرد که بدون اینکه اون حرارت روی سر ایجاد بشه به روش